It's been about a month, 20 days, and we going round, play silly games. And you said slow it down, not right now. Then you wake up me and walk away. سلام دوستان، من سمیرا صابری هستم، بیزنس کوچ در زمینه رشد عملکرد در کسب و کار فعالیت میکنم. خیلی خوشحالم که در قسمت 11 یا به نوعی میشه گفت اولین قسمت سیزن دوم پادکست از رویا تا موفقیت در خدمتتون هستم. در ضمن خواستم روز عشق و روز ولنتاین رو به همه شما عزیزان تبریک بگم. سلام دوستان، سلام. زهرا هستم، زهرا شاه مرادی، مربی توسعه فردی و کریر کوچ. با اپیزود 11 پادکست از رویا تا موفقیت در خدمتتون هستیم با موضوع 7 سطح آگاهی و روابط. چطور 7 سطح آگاهی میتونه روابط ما رو تغییر بده. سلام به دوستان، خوش اومدین به اپیزود 11 سیزن 2 پادکست از رویا تا موفقیت. در خدمت شما هستیم. امروز 17 بهمن 1402 و 6 فوریه 2024 هست. در خدمت دوست عزیزم سمیرا هستم و میخوایم که با هم دیگه پادکست رو بریم شروع کنیم. سمیرا جان سلام. سلام زهرا جون، سلام به همه دوستان عزیز. انشالله که هر جای دنیا که هستین ساعت خوشی رو سپری کنین. خیلی خوشحالم و هیجان زده که در سیزن دوم در خدمتتون هستیم. یک سیزن کاملا متفاوت با اولی و قراره که کلی اتفاقای خوب رو با هم رقم بزنیم اینجا. خوبی زهرا جون؟ آره مرسی. من خیلی هیجان دارم برای سیزن 2 چون همونطور که توی لایوی که داشتیم اپیزود 10 گفتیم که قراره مهمون دعوت کنیم، مهمونایی که توی بیزنساشون موفق بودن، اون رویای موفق شدن رو بهش رسیدن و استفاده کنیم از تجربه‌هاشون. هفته دیگه هم مهمون ویژه‌ای داریم، منتظر باشیم، منتظر اون در واقع حالا بنری که میاد بالا حتما باشین و ما رو دنبال کنین تا اون مصاحبه خیلی جذاب رو ببینید. آره اتفاقا خیلی خوبه به نظرم این کار، برای اینکه خیلی موقع خیلی از شنونده های ما که میشنون یا دقیقاً تو همون هیته کاری مشغول به فعالیت هستن یا به حال چیزی که تو ذهنشون داره که دنبال کنن بعدن، یا به حال کم و بیش همه بیزنس ها یه جورایی شبیه به همه، چالش ها شبیه به همه، حلا شبیه به همه. یه چیز خوبیه که آدم ببینیم، بتونیم حس کنیم واقعا که کسی که این مسیر رو قبل از ما رفته چجوری رفته، چجوری اهدافش رو چیده، چجوری براش تلاش کرده، پایین و بالای راهش چی بوده و به هر حال یه جوری یادگیری خوبی میتونه برامون باشه دیگه. هم از اشتباهات افراد یاد بگیریم، هم از چیزهای خوبشون یاد بگیریم و همین ارتباطای ما با آدماست دیگه تو زندگی که کلی چیز ازش یاد میگیریم. حتما، چون اصلا یکی از راههای رسیدن به موفقیت اینه که مسیرهای موفقیتی که قبلا بقیه رفتن رو طی کنیم. به قول معروف نریم چرخ بسازیم. چرخ قبلا اختراع شده، ببینیم بقیه چه جوری اختراعش کردن، بریم یاد بگیریم ازش استفاده کنیم. دقیقاً. حالا همونطور که اشاره کردی در مورد روابط که خیلی مهمه، به خاطر همین فکر کردیم امشب هم دوستان راجع به اهمیت انرژی و اون اهمیت اون سطح‌های آگاهی در روابط صحبت کنیم، چون ما به عنوان یک انسان روابطمون با دیگران واقعا حرف اولو میزنه دیگه زهرا. خیلی چیز مهمیه تو خانواده، تو اجتماع، تو کار، تو مسائل احساسی، عاطفی، همه چی بر اساس اون روابط انسانی شکل میگیره و جلو میره. و فکر کردیم امروز راجع به این صحبت کنیم که چه مدل‌های انرژی یا سطوح آگاهی، هر دوش یکیه، میتونیم داشته باشیم در روابطمون با دیگران و خب از این یاد بگیریم برای داشتن روابط بهتر، سالمتر و موفقتر. آره دیگه، ببین روابط اصولا حالا ما در برخورد با رویدادها میتونیم که در سطوح مختلف آگاهی باشیم. حالا سطح 1 تا 7 که فکر کنم در یکی از برنامه‌ها با هم دیگه در موردش توضیح دادیم. اولین لایوی که من و تو با هم داشتیم راجع به این آره در موردش صحبت کردیم. حالا ما امروز می‌خوایم که صحبت کنیم که این سطوح آگاهی چطور میتونن وارد روابطمون بشن و چطور ازش استفاده کنیم که یه رابطه بهتری داشته باشیم. حالا چی شد که من به این فکر افتادم، به سمیرا پیشنهاد دادم
این بودش که یه اتفاقی افتاد برای یکی از عزیزانی که اطراف من بود، یکی از آشناها، و توی اون رابطه‌ای که حالا با منیجرش داشت، منیجرش ازش میخواد که یه کاری انجام بده و اون لحظه خیلی استرس زیادی میگیره و چون که استرس خیلی زیادی میگیره نمیتونه که منیج بکنه اون لحظه رو، نمیتونه مدیریت بکنه، مدیریت احساساتش رو نمیتونه بکنه و یک ریپورت اشتباهی میده به مدیرش و همین باعث میشه که خب حالا پیش میره و نهایتا منجر به اخراجش میشه ای و خیلی وای. خب حالا غم انگیز بود داستانش و خیلی من وقتی شنیدم خیلی ناراحت شدم و بعد اون موقع فکر کردم که خب چه کارهای بهتری ما میتونستیم تو اون لحظه بکنیم. از این اتفاق، از این مدل روابط خیلی برامون پیش میاد توی خانواده، توی سطح محیطی که اطراف که بیرون میریم یا حتی سر کارمون خیلی وقت پیش میاد. یه در واقع مثل حالت شوکه، یه چیزی که انتظار نداریم پیش میاد برامون، چی کار باید بکنیم؟ فکر کنیم که مثلا تو همین اتفاقی که پیش اومده یک مدیری در واقع کارمندش رو به چالش کشیده، چرا این کار کردی؟ این کار رو به نظر میرسه که تو نمیتونی خوب انجام بدی. سمیرا بیا شروع کن و بگو که مثلا اگر کسی در سطح 1 آگاهی باشه چطور میتونه با این برخورد کنه. ببین الان جواب سوالتو میدم، ولی سطح آگاهی، حالا اگه یکم لغتش سنگین به زبون میاد، کلا منظورمون از سطح آگاهی 7 مدل مختلف انرژی هستش که ما میتونیم نسبت به اتفاقای اطرافمون و یا روابطی که توش هستیم از خودمون داشته باشیم و 7 لول مختلف انرژی رو میتونیم نشون بدیم. در واقع دیدگاهمون 7 دقیقاً. مدل میتونیم دیدگاه داشته باشیم نسبت به موضوعی که پیش اومد. دقیقاً که دوتای اولش معمولاً 1 و 2 که کاتابولیک هستن، انرژی منفی هستن، سطح‌های منفی هستن، و از 3 تا 7 که سطح‌های مثبت هستن و ما معمولاً میخوایم در مواجه شدن با همه چیز از جمله روابطمون و از جمله مثالی که شما زدی از سطح 3 به بالا باشیم. حالا هرچی این 3 به بالا نزدیکتر به 7 باشه بهتره، رابطه سالمتره و برخورد ما منطقی تر و بهتر خواهد بود. 1 و 2 معمولاً لول های منفی یا همون کاتابولیک هستن که 3 تا 7 میشن آنابولیک یا مثبت. حالا تو مثالی که شما زدی، وقتی رئیسی میاد به کارمندش اعتراض میکنه به هر شکل و نوعی، اگه تو لول های منفی 1 و 2 باشیم، 1 اونی هستش که شخص خودش رو قربانی میدونه و فکر میکنه همه بلاها سرش اومده. مثلا تو مثالی که تو زدی، اون شخص حتما گله‌مند از این هستش که من کار بلد نیستم انجام بدم، من همیشه هر کاری شروع میکنم خراب میکنم، یا من یا همیشه اینا به من ظلم دارن میکنن، اصلا دارن به من ظلم میکنن، همیشه رئیس بعد من گیرم میاد، وای من نمیتونم، هیچ وقت کار درست نمیتونم انجام بدم. و معمولا آدمایی هستن که تمرکزشون همیشه به مشکل هستش و هیچ ساید مثبت و ساید هیجان انگیزی رو تو زندگی احساس نمیکنن و معمولا افرادی هم میشن که خیلی تنبل میشن، بی انرژی میشن، برای اینکه هیچ انگیزه‌ای برای جلو رفتن ندارن. فکر میکنن همه اتفاقای دنیا سرشون اومده، قربانی همه چی هستن، بنابراین به این رئیس هم چیزی نمیتونم بگم، هی تو خودم فرو برم، حسی رو نگم، حسی رو نشون ندم، من که بدبختم، من که دیگه تموم شد دیگه، اصلا دیگه این به من اینجوری گفت دیگه تموم شد، من کاری نمیتونم، کاری از دستم بر نمیاد. یعنی این جمله رو خب من شنیدم، خیلی جالب بود برای من، دقیقاً احساس همون سطح 1 رو قربانی کردم که اتفاقی بود، من کاری نمیتونم بکنم، واقعا قربانی بود. دقیقا. یا خیلی موقع میبینیم مثلا افراد تو خانواده ها مثلا میگن من توی خانواده‌ای که بزرگ شدم که دیگه بهتر از این نمیشه، یا اجتماعی که دارم توی زندگی میکنم، الان اینو از کلاینتایی که تو ایران آدم داره خیلی میشنوه، مثلا تو این جامعه که دیگه فایده ای نداره، دیگه به جایی نمیرسی، همون روی حس قربانی که همه چیز سرم اومده، بدونی که فکر کنی حالا چیکار خودم از توش چیز مثبت بکشم بیرون. این چیز منفی میتونه باشه که این دوست شما مراجعه شما انجام داده. مورد دوم سطح منفی این هستش که برعکس انگشت اشاره تقصیر رو به اطراف آدمای دیگه میگیره، آدم اشارهش میکنه به همه، یعنی همه مقصرن، همه اشتباه میکنن و اون که درست میگه و حقو میگه منم، یعنی همه غلطن من درستم. و اون روحیه‌ای که طرف آدم بخواد بشونه سر جاش، تقصیرکار شمایین، شما نمیفهمین و بقیه رو سرزنش میکنه، ارزنش میکنه و برد تحقیر میکنه، دامن شماها همه دروغ میگین، اشتباه میگین، من درست میگم.
مثل زمین بازی اگه نگاش کنیم، یعنی همیشه منم که باید برنده باشم و شما بازنده، یعنی همیشه حرف اول و درست رو من میزنم که احتمالاً این مراجعتون که کارش به اخراج کشیده یا یک بوده یا دو، مسلماً یکی از این. آره یک بود بیشتر، و خب الان عصبانی بود دیگه. یعنی میدونی اولش میره تو حالت قربانی، بعد عصبانی میشه، و خیلی وقتا اصلا تو همون رابطه وقتی عصبانی هم میشی تازه کارو بدتر میکنی. خیلی از مدیرا م، دیدی مثلا با عصبانیت میخوان که افراد کارشون رو بکنن، بشینید انجام بدید، یا حالا پدر و مادر، و نهایتا اثری که اون انرژی در واقع کاتابولیک دو تو سطح دو میذاره اینه که طرف به صورت موقت راضی میشه، م، قبول میکنه، ولی در دراز مدت جواب نمیده، و در دراز مدت این رابطه خیلی شکننده است. یعنی به در هر چیزی میتونه که در واقع برگرده، و اون آدم به محض اینکه بتونه واقعا دیگه اون احترامی که اون توقع داره ازش که بهش بذاره دیگه بهش نخواهد گذاشت. حالا سه رو تو برامون زهرا جون بگو. آره وقتی وارد مرحله سه میشیم دیگه فقط برامون مهمه که ما اینجا که هستیم به هدفمون برسیم، و بقیه چیزها رو، بقیه اتفاقات اطرافمون رو بر اساس اون هدفمون میچینیم. بنابراین تو همین رابطه این آدمه به خودش میگه که ببین من میخوام اینجا کار کنم، چون میخوام کار کنم حالا مهم نیست این چی داره میگه، بذار هر چی میخواد بگه، بذار من درستش کنم یه جوری. یعنی دیگه توجه نمیکنه به حرف مدیر. مثلا میاد میگه که نه این مثلا به این دلیل اشتباه شده، شاید اصلا حتی یه دلیل دروغ هم بگه ها، یعنی میتونه که حتی بگه، یا حتی بندازه گردن یکی دیگه، یه جوری که از این مهلکه خودش رو نجات میده، ولی بلایی هم سرش نمیاد، احساس خوبی هم هست، در مسیر هدفش هم هست. این انرژیش مثبته، یعنی که خودشو قربانی شرایط ندیده، عصبانی هم نشده، به هدفش هم رسیده. ولی این بهترین انرژی نیست که ما میتونیم داشته باشیم، گرچه باز هم بهتر از اون انرژی های یک و دوه که ما منفی باشیم. دقیقا. یه مرحله بهترش مرحله 4. اون مرحله رو دوست دارم که تو حتما. مرحله 4 زمانی هستش که اون شخص تمام حق رو به طرف مقابلش میده، یعنی اینکه من اصلا مهم نیستم، همون اگه برد و باخت رو در نظر بگیریم، با اون مثال بریم جلو، همیشه شما باید ببری و بازنده اگه من باشم اشکالی نداره. حق همیشه با طرف مقابله. و این آدمایی هستن معمولا خیلی گذشتشون زیاده، خیلی فداکاری زیاده. البته من خودم شخصا فکر میکنم تو این مرحله آدم خیلی کم میتونه باشه، به خاطر اینکه همه چی رو داره میندازه رو خودش، تمام سنگینی ماجرا و تمام سختی اتفاقا رو به جون میخره برای اینکه طرف مقابلش خوشحال باشه. تو مثال رئیس و کارمند اگه باز بزنیم، اگه رئیس عصبانی سراغ کارمنده میاد، اون کارمندی که سطح 4 رو تجربه میکنه میگه شما ناراحت نباش، لیوان آبم بخور، صندلی هم بذار، میخوای داد بزنی خودتو ناراحت نکن، من کارو درستش میکنم، من همه چی ردیف میکنم، نگران نباش. اصلا بدونی که بخواد فکر کنه که چقدر این حرفش درسته یا نه، حقو میده به اون طرف مقابل. و اینو تو زندگی روزمره زهرا آدم خیلی توی رابطه مادر و فرزندی فکر میکنم احساسش میکنه که همیشه به خصوص وقتی کوچیکترن، هنوز خیلی تصمیم گیریاشون خیلی اساس و پایه درستی نداره، فکر میکنم آدم همیشه ناخودآگاه این حق رو میده به اون بچه کوچولی که اونو آرومش کنه و جلو بره. این سطح 4 که حق همیشه با آره، طرف. بعد آخه وقتی بزرگتر بشن حالا باز هم دیگه باید سعی کنیم که مادر واقعا اون سطح 4 نباشه که تو روابط، چون وقتی که تو همیشه داری حق رو به بقیه میدی شکننده ای، میتونی بری تو سطح قربانی، یعنی سطح اولت این باشه که آره همه رو به بقیه بدی، انرژیت مثبت باشه. خب این که تو داری حق رو به بقیه میدی، داری به بقیه خدمت میکنی، داری تو روابطت داری همیشه بهشون لطف میکنی، این خیلی خوبه، برای اونا دوست دارن. ولی میتونه در دراز مدت اون شخصی که همیشه داره اینجوری رفتار میکنه ببره تو سطح قربانی، ببره که آره من انگار همیشه دارم به بقیه لطف میکنم، انگار همیشه همه دارن از من سوء استفاده میکنن. بنابراین سطح 4 هم بهترین سطحی نیست که ما توش هستیم. یه نه سطح بالاتر هم وجود داره. میخوای سطح 5 من بگم؟ بفرمایید. سطح 5 یکی از بهترین سطح هاست که اصولا آدمایی که موفق هستن، آدمایی که میبینیم اطرافمون زیاد با چیزی مشکلی ندارن، در آرامش به سر میبرن، اینا تو اون سطح هم.
برد میگه ببین ما اصلا با هم دیگه هیچ رابطه‌ای نداریم مگر اینکه بتونیم تو اون رابطه‌ای که داشته باشیم هر دوتامون برنده باشیم. ما هر دو وارد یک مکالمه برد میشیم. استاد خوبم همیشه میگه که تو تنش رابطه بتونیم بمونیم. یعنی چی تو تنش رابطه بمونیم؟ یعنی وقتی که رابطه داغ میشه و اون نگوشیشن، اون در واقع مکالمه داغ میشه و هر دو طرف احساس میکنن که نظرات مخالف اون یکی دارن، رها نکنن، عصبانی نشن و بمونن توی رابطه، احساس کنن که ما میخوایم به یه نتیجه خوبی برسیم از این رابطمون، حتی اگر اگر که نتیجه این باشه که هیچ نتیجه‌ای نداره. مکالممون بدون انرژی منفی بتونیم اون رابطه رو، اون صحبت رو ادامه بدیم، تو تنش رابطه بمونیم. تو این مورد خاص من فکر میکنم که اگر اون شخص میتونست که شروع کنه به صحبت کردن با مدیر، چرا شما فکر میکنی که این کار من اشتباه بوده؟ من کدوم قسمتش رو دقیقا میتونم که بهتر بکنم؟ بشنویم صدای طرف مقابل رو، بشنویم در واقع خواسته های مدیر رو و استفاده بکنیم و متناسب با اون پاسخ بدیم، یه جوری که هم خودمون راضی باشیم هم مدیر روبرومون. حتما این اتفاق به اخراج ختم نمیشه. این سطح 5 یکی از بهترین سطح هست و خوبه که تمرین کنیم که دائم تو این سطح باشیم. دقیقا. یعنی اگه مثال بازی و بازیکن رو بزنیم، یه رابطه برد که تو ببری منم ببرم، یا هر دومون میبریم یا هیچ کدوم بازی نمیکنیم دیگه. یعنی واقعا فکر کنم یکی از قشنگترین سطح‌های انرژی و رابطه هستش تو هر رابطه‌ای که نگاش میکنی. یعنی هم کمک میکنی که اون رئیست به هدفش برسه، اون طرف مقابلش هدفش رو بهش دست پیدا کنه، و هم تو هم به اون خواستت میرسی دیگه. فرق میکنه با اون سطح 4 که یه جای دیگه نمیتونه تحمل کنه و سازشه دیگه. این تو میگی من میسازم با آدمو. دقیقاً. یه لول دیگه هم داریم که سطح 6. سطح 6 معتقده که ما همیشه اصلا برنده ایم، همه چی یه تجربه قشنگه، همه چی لذت بخشه و ما همیشه هممون برنده ایم و اصلا باختی وجود نداره و سعی میکنیم شرایط رو اونجوری که هست از توش چیز مثبتی در میاریم و مثبت میسازیمش. همه از هم یاد میگیریم و هیچ لول نه من حالت متعارض دارم، نه اینکه من میخوام تو رو مثلا بشونم سر جاد. هیچ چیز منفی توش نداره، همش تجربه‌ایه که با هم داریم جلو میریم و تجربه میکنیم و خیلی صلح دوست و خیلی همه چی آروم و خوب جلو میره. البته قبل از اینکه تو ساعت 7 توضیح بدی، یادمون باشه که ما تو تمام روابطمون تمام این سطح ها رو میتونیم تجربه کنیم. یعنی ممکنه واقعا تو یه جمعی ما با یکی سطح 2 رو تجربه کنیم، با یکی سطح 6 رو تجربه کنیم، با یکی سطح 7 رو تجربه کنیم و باز خیلی خوبه که ما تو روابطمون تشخیص بدیم که آدمای نزدیک ما، به خصوص آدمایی که خیلی در روز میبینیمشون، از ما چه سطحی رو دریافت میکنن. مثلا من با بچم تو چه سطحی هم بیشتر، با همسرم تو چه سطحی هم، با مادرم، با همکارم تو چه سطحی هستم و اون سطحی که منفی هست رو شناسایی کنم و سعی کنم یه جوری خودم بندازم تو سطحای بالاتر. آره اون حالا در مورد سطح 6 گفتی. ببین سمیرا، خب اگر نگاه کنید میبینی بعضیا هر اتفاقی هم که براشون میفته شروع کنن اصلا به مثبت حرف زدن. بعد من خیلی وقتا میگم که چطور میدونه الان تو این لحظه اوکیه که حالا سطح 5 من خیلی وقتا خب خودم سعی میکنم که وارد مکالمه بشم با اون طرف مقابل و میگم ما که حالا جایی نرفتیم بیا بشه حلش کنیم. یعنی به این فکر میکنم که مسئله رو حل بکنم. ولی خیلی وقتا آدمایی میبینم که اصلا هر چی بلا سرشون میاد نشون کنه مثبت حرف میزنه. اینها واقعا منفی بودن رو اصلا از ذهن خودشون بیرون کردن و چقدر اینا میتونن موفق باشن تو روابطشون. میبینی آدمای زیادی دوستشون دارن، خودشون آدمای خیلی زیادی رو دوست دارن، اصلا به کسی نمیگن بد، به کسی نمیگن خوب، که اتفاقا دیگه وقتی سطح بالاتری واردش میشیم، سطح 7 میگه همه آدما خوبن و حتی اون شخصی که داره بد رفتار میکنه این در واقع لحظه است. ما باید تو اون لحظه رو درک بکنیم، تجربهشو لذت ببریم ازش. چی یاد گرفتم، چی از این به دست آوردم. سطح 7 دیگه یعنی واقعا اون سطحیه که ما رها میشیم از
تمام اون قضاوت‌هایی که میتونیم داشته باشیم در مورد یک رابطه، که البته خب یکی از سخت‌ترین واقعا سطوحه. حالا یکی از دوستان چیز خوبی میگفت که ما درسته که ما باید قضاوت نداشته باشیم، ولی خب اون تشخیصمون ولی سر جاشه. من تشخیص میدم که این آدم عصبانیه، ولی نسبت به عصبانیتش موضع نمیگیرم. دقیقا این اون ارزشیه که وقتی میرسی به اون سطوح بالای انرژی و اون خیلی خودت رو یعنی کار میکنه روش که قضاوت نداشته باشی. خیلی سخته، میدونم، خود من همیشه دارم با این موضوع دست و پنجه نرم میکنم. خیلی سخته، به خصوص تو اوج خیلی که یه سخته. موضوعی برات سنگین پذیرشش، هی بخوای فکر کنی من از طرف دید اون ببینم و هیچ اشکالی نداره. واقعا آفرین به افرادی که بیشتر میتونن در سطح 7 باشن و اون سطح رو تجربه کنن. خیلی سطح شیرین قشنگیه واقعا. آره سمیر، آخه من بیشتر اون سطح 5 رو خب خیلی باهاش برخورد میکنم، یعنی بیشتر سعی میکنم که خیلی توی روابط به اون سطح 5 برسم. بیا بشینیم ببینیم چی کارش کنیم. یعنی دقیقا حتی وقتی که بحث خیلی بالا میگیره، این تنش رابطه رو حفظ کنیم، بشینیم صحبت کنیم. ولی سطح 6 و 7 رو دوست دارم یه ذره تو بیشتر در موردش صحبت کنی چون ببین من هنوز به اندازه کافی نتونستم مثلا لمسش بکنم، به اون لول برسم کی که به تو گفته که من 6 و 7 تجربه میکنم؟ میگم من شاید تو بهتر از من تجربه کردی. نه واقعا سعیمو خیلی میکنم. خب شرایط به شرایط هم داره. خیلی سعی میکنم. میگم الان واقعا تبریک گفتم به اون دسته عزیزانی که 7 خیلی تجربه میکنم. من خیلی تو 7 خودم نیستم. خیلی سعی میکنم، به خصوص بعد از اینکه این چیزا رو یاد گرفتیم واقعا خیلی سعی میکنم تو لول 7 باشم، ولی واقعا یه مواقعی به هیچ عنوان نمیشه. حالا سعی میکنم تو منفیا نیفتم، ولی واقعا دو تا لولیه که میدونی از هر قید و بندی آزادی، از هر قضاوتی آزادی. و واقعا من خودم شخصا بیشتر لول 5 رو تجربه میکنم تو روابط خودم، ولی فکر میکنم 5 به هر حال اون استرس و اون فشار رو تا حدودی روی اون شخص رو ما میذاره به هر حال. چون حالا باز 100%. درسته که رابطه دوستانه است، یک صحبت دو طرفه است، بشینیم صحبت کنیم، من اینو میخوام تو اینو میخوای، یه جا اون وسط با هم دیگه توافق کنیم، ولی به هر حال یه استرسی رو آدم داره، یه ذره شرایط ناخوشایند میکنه واسه آدم. ولی واقعا 6 و 7 یه جوریه که میگم من آدمایی که بیشتر میبینم تو این لول هستن یه جوری بی‌نیازی، یعنی یه جوری رهایی، یعنی یه جوری نه اینکه موفق نباشن، میبینی خیلی هم اتفاقا در کارشون هم زندگیشون خیلی هم موفق هستن، خیلی هم به جای خوبی رسیدن، ولی آره اصلا نمیبینن انگار که اون چیزایی که ما برامون درشته، بزرگه، سخته، انگار که اونا رو به قول معروف هم که الان یه چند ثانیه پیش گفتم که تشخیص میده که خیلی بدیه، ولی قضاوت نمیکنه. آره این به اون معنا نیستش که مثلا توی دنیای دیگه سیر میکنن حواسشون نیست، متوجه هستن. اتفاقا خیلی تمرکز کامل به احساس خودشون و احساس دیگران دارن، یعنی اون از ایکیو بسیار بالایی برخوردارن، چون که حس خودشون رو میبینن، میشناسن و درک میکنن، حس طرف مقابلشون رو میبینن، مشاهده میکنن و درک میکنن و احترام میذارن بهش، ولی مثبتاشو میگیرن. یعنی فکر میکنن که اب نداره دیگه، یه تجربه اون تجربه کرده، منم تجربه کردم، مثبتشو بگیریم و از اینجا با هم جلو بریم. میدونی نه رو خودشون حس بد و استرسی رو میذارن، نه رو اون شخص میذارن. و اتفاقا اینا چون به هر حال پادکست ما به کار و بیزنس برمیگرده، بسیار موفق ترن در تحصیلاتشون، در کارشون، برای اینکه روی حواشی ماجرا تمرکز نمی‌کنن. چون خب برگای الکی نمیرن، هدف رو یادشونه، تو ذهنشونه چیزای مثبت، انرژی مثبت. برای اینکه ببین این ساعت‌ها و این حالت‌های بعد برای هممون پیش میاد. من اینو به یه دوست خیلی خوبم میگفتم ببین تجربه میکنیم هممون اینو، جوری که برخورد میکنیم، یعنی حس کردن تمام حسات طبیعیه، ما انسانیم، عصبانی میشیم، نمیدونم فشار بهمون میاد، استرس رومون میاد، دلخور میشیم، غمگین میشیم، بعضی موقع یه بدجنسی تو ممکنه بیرون بزنه. ما باید اون حس رو بشناسیم، تشخیصش بدیم، بنامیمش، و وقتی میبینیم میفته تو چیزای منفی ازش تا میتونیم دوری کنیم. اتفاقا افرادی که تو لول 6 و 7 بسیار مسلطن به احساس خودشون و طرف مقابلشون و این یکی از عوامل شدید موفقیتشونه. الان یه چیزی گفتی در مورد حاشیه، من میخوام که ازت بگیرم این رو. اتفاقا یه زمان یه مربی اومده بود، مربی تیم ملی، حالا تو فکر نمی‌کنم که اون موقع ایران بودی، افشیر قطبی اومده بود، رفته شده بود مربی تیم ملی فوتبال ایران. اولش مال پرسپولیس بود، بعد فکر کنم شد مربی تیم ملی. بعد این خب خیلی شیک و ترتمیز میمد، مثلا در مورد اتفاقات خیلی مثبت صحبت میکرد و یه
اصلا ورژن جدیدی از مربیگری رو ارائه میداد. بعد خلاصه گذشت و حاشیه که گفتی الان، اینقدر حاشیه درست کرده بودن، اینقدر در مورد مسائل متفرقه حرف می‌زدن که تمرکز این مربیه، خب فارسی هم خوب میتونه از حرف بزنه و ارتباط برقرار کنه، سالها خب فکر کنم آمریکا زندگی کرده بود، برگشته بود. خیلی براش عجیب بود که بابا چرا شما حاشیه دارین، ول کنین، موضوع اصلی فوتبال اینجا. آره موضوع اصلی فوتباله، ولش کنین اونا رو. خلاصه اینقدر این تحت فشار این حاشیه‌ها قرار گرفت، ول کرد رفت. گفت نمیخوام این بازی رو نخواستم ساعت 6 و 7 تون. آره نخواستم مثلا در شیشه. بعد حالا جالب بود این دقیقاً وقتی که مصاحبه‌اشو میدیدی، مثلا اغلب مثلا وقتی که میمدن توی چیزا صحبت میکرد، اینا مثلا انگار عین خیالش نیست، نگاش کن مثلا نفسش از جای گرم بلند میشه. اتفاقا خیلی مربی خوبی بود، سالها مربی تیم ملی کره جنوبی بود، نمیدونم خیلی مربیگری های خوبی کرده بود، ولی خب دیدگاهش یه جوری بود که ما تمرکز کنیم روی مثبت‌ها، ول کنیم منفی‌ها رو. ولی مگه ول میکردن اینا؟ من میدونی زهرا، کلا هم واقعا خیلی از آدم‌ها، شاید ما خودمون قبلا اینطوری بودیم تا قبل از آگاهی با روانشناسی مثبت و اینا، کلا بعضی مردم تو تمام روابط یا تمام ارتباطاتشون، حالا کاری یا عاطفی یا شخصی، همش تمرکزشون رو منفیاست. بی نقاط منفی رو درست کنیم. مثل خود روانشناسی که میگن خب علم روانشناسی شکل گرفت زمانی که فکر کردن بیان اختلالاتی که در انسان وجود داره رو، حالا فکری، روانی، رفتاری، علم روانشناسی اومد که این اختلالات رو درست کنه. روانشناسی مثبت زمانی شکل گرفت که گفتن چرا ما تمرکزمون رو منفیا باشه، رو نقاطی که نیست باشه، بیایم ببینیم نقاط قوت اشخاص و نقاط قوت روحی و اخلاقی چی میتونه باشه، اینو پرورش بدیم و جلو بریم. یعنی روانشناسی مثبت یه مش حرف زرد انگیزشی نبود که آدم‌ها برن وایسن جملات مثبت به خودشون بگن جلو برن. اصلا اومدن گفتن شما هر توانایی داری، ما بذار مثبتاتو ببینیم، تواناییاتو ببینیم، به تواناییات بپردازیم و اونو شکل بدیم و جلو بدیم و بره جلو قشنگ شه. حالا این سطح 6 و 7 هم یه جوری منو یاد این مثال روانشناسی مثبت و روانشناسی معمولی میندازه، یا همین کاری که مربی بیچاره که شما گفتی چرا هی تمرکز رو بذاریم چیزای منفی، بیا تمرکز کنیم رو مثبت و جلو بریم، همونا رو هر کی بنا به نقاط قوت خودش رشد و پیشرفت کنه. چون دقیقا وقتی تمرکز میکنی روی مثبت‌ها، خب شما ببینید الان یک آدم عصبانیه، یک آدمی که احساس قربانی میکنه، انرژیش واقعا خب هدر میره، انرژیشو نمیتونه بذاره روی مثبتش که به هدفش برسه. ولی وقتی میاد توی لول مثبت، وقتی میاد در اون لول‌های مثبت قرار میگیره، دیگه تمرکزش میاد روی مسئله خودش، مشکلی که خودش هستش و برای حل تمرکزش میاد رو حل مسئله، نه رو مشکل. از روی مشکل بلند میشه تمرکزش و میاد روی حل مسئله، ذهنش خلاق‌تر میشه، میبینه راه حل‌های مثبت رو میبینه اطرافش و میتونه مسئله رو حل بکنه. یعنی که البته تمرینیه برای همه ما. حتی ما با یه شخص میتونیم اولش رابطه‌مون کاتابولیک باشه و کم کم تو همون رابطه که مثلا شاید 10 دقیقه باش داریم صحبت میکنیم، کم کم بیایم و به سطوح بالا برسیم. میتونیم که اینو تجربه بکنیم. برای خودم هم پیش اومده، شروع میکنم از اون اول یه خورده شاید حالم خوب نباشه، ولی کم کم که صحبت میکنم سعی میکنم که اون حالت یه حالا عصبانی یا ناراحت رو بذارم کنار و برسونم خودم رو به اون لول بالاتر. سعی کنیم هر جایی که هستیم، هر رابطه‌ای که داریم تجربه میکنیم، بیایم یه ذره بالاتر، توی یکم لول‌های بالاتر باشیم. حتی ساعت 3 هم قابل قبوله، ولی بهتر از سطوح در واقع کاتابولی که حالا 1 و 2 که عصبانی و قربانیه. کاملا زهرا، چیزی که من امتحان کردم برای اینکه اگه الان خود و واقعا رو من کار کرده، الان شنونده های ما یا بیننده های ما فکر کنن که خب حالا چجوری به این سری آدم از سطح 1 و 2 منفی خودشو بندازه تو مثبت ها. اول دونستن این سطح ها و این نوع انرژی ها خیلی کمک میکنه. ولی 2 تا چیزی که خیلی به من کمک کرده و هر چی بیشتر روش مطالعه میکنم میبینم بقیه هم بهش اشاره کردن، یکی قضاوت نکردنه. یعنی ما زمانی که دست برداریم از قضاوت کردن، خیلی انرژی های منفی از همون دور میشه و کمتر در سطح 1 و 2 قرار میگیریم. زمانی این مشکلات سرمون میرسه که شروع میکنیم آدم ها رو قضاوت میکنیم. سعی کنیم کمتر قضاوت کنیم. اگه بتونیم قضاوت نکنیم که بهترینه. از دید اون شخص خودمون رو جای اون آدم بذاریم، واقعا جای اون آدم بذاریم
و سعی کنیم ببینیم، حس کنیم مشکل رو از طرف اون پارتنرمون که تو رابطه هست با ما، از طرف اون رئیس و همکار و کارمندمون، از طرف بچه‌مون، واقعا قضاوت نکنیم و خودمون رو جای اون اشخاص بذاریم. و دوم اون قانون 10 ثانیه است که ما قبلا هم راجع به این صحبت کرده بودیم. معجزه میکنه این قانون. یعنی تو روابطمون، تو کانورسیشنمون، اگه با پارتنر زندگیمونه، اگه با پارتنر کاریمونه، اگه مثال شماست همین کارفرما و کارمنده، 10 ثانیه صبر کنیم تو اوج اون مکالمه. آفرین، این نکته خیلی مهمه. تا 10 من دقیقاً نکته‌ای که گفتم که الان من میخوام همینجا به اون کارمنده وصلش شم، من نکته‌ای که گفتم ببین اون لحظه که این اتفاق برات پیش اومد می‌خواستی بگی ببین من باید الان یکم بر خودم زمان بگیرم، بذار من برم برگردم، بذار من استرسم بخوابه تا بعد صحبت کنیم، شاید این کارو بتونم انجام بدم. یه take your time، یه قشنگ یه خورده این زمان رو برای خودت بخر. هر جایی که هستی اگر بتونی زمان رو برای خودت بخری حتما میتونی عملکرد بهتری، چون ذهنت بالاخره میره اون لایه بالاتر تصمیم میگیره دیگه، توی ذهن نمیاد اون جلو. دقیقاً لایه احساس تصمیم میگیره، میره یه ذره عقب‌تر، اون لایه منطقی تصمیم میگیره خب حالا چیکار کنم بهتره، حتما تصمیم بهتری رو میگیری. کاملا درسته. ببین این که داری میگی، من یه مراجعه داشتم که این آقا 2 تا پارتنر تو بیزنسشون، 2 تا شریک دیگه دارن و خیلی تو بحثای بیزنسی ایشون خیلی زود عصبانی میشد و از کوره در میرفت، آنی هم پشیمون میشد ولی از کوره در میرفت. دیگه گذاشته بود دیگه، دعوا کرد. گفتم شما این 10 ثانیه زمانو به خودت بده. میگم من نمیتونم، اگه من به اینا بگم الان به من وقت بدین، اینا میگن بحثو بعد جلسه رو بعد تموم کنیم، نمیشه. گفتم خیلی خب شما اینو علنا به اونا نگو، میتونیم خیلی موقع ها ما این کارو بکنیم تو رابطه. من یه لحظه برم یه لیوان آب بخورم برگردم، سرفه کنم، بلند شم به هوایی که میخوام برم دستمو بشورم، به یه بهانه اون کانورسیشن و اون مکالمه تنس و بد و قطعش کنم. اگه اون طرف نمیتونه بپذیره که ما بگیم آقا من به یه زمانی احتیاج دارم، به من تایم بده، ممکنه یکی اوج داغ بحث و گفتگو کجا آقا میخوای الان بری، مثل این مسئله که مراجعه من داشتم به یک البته حالا میگم برای بچه‌ها خوبه که اینو آموزش بدیم واقعا بهشون. و بعد که برمیگردی به موضوع، نه دیگه اون آدم طرف مقابلت اون داغ ماجراست که بخواد اون تو ادامه بده و نه خودت. بلا فاصله مثل این میمونی که دقیقاً یه آب خنک رو ریخته تو یه چیز شعله خیلی داغ پرحرارتی، آروم میگیره. حالا میتونی قشنگتر از چه میدونم 10 ثانیه قبل، 1 دقیقه قبل تصمیم بگیری و جلو بری. و این به من در روابطم بی نهایت کمک کرده. و خب مراجعینی هم که اینو بهشون میگم واقعا اگه آدم پیاده کنه خیلی خیلی نقش بازی میکنه واقعا در بهتر. عالیه. آره میگم داشتم میگفتم که بچه‌هام خیلی خوبه که اینو یاد بدیم که یه لحظه به خودشون فرصت بدن. یعنی وقتی عصبانی هستن یه دقیقه برو حالا تا اونجا و برگرد، بیا تا حالا ببینیم حالا چی میشه، بیا حالا اینو بخور تا صحبت کنیم. خیلی اینا یعنی فضا رو عوض کنی، تا یه لحظه فکر کنی، ذهنت بتونه که بره سراغ لایه قبل بعدی و بتونه تصمیم بگیره. در مورد هوش هیجانی کامل توضیح دادیم که هوش هیجانی چیه و چرا ما باید اینو در واقع این زمان رو بدیم تا هوش هیجانیمون در واقع بهتر بشه و بتونیم که وقتی موقع تصمیم گیریمون از در واقع احساساتمون استفاده نکنیم، کاملا از منطقمون استفاده کنیم. و ما یادمون خیلی بحثش خوشگل بود. خیلی ببین یادمون باشه که ما هر لحظه خودمون انتخاب میکنیم که چه کسی باشیم. خودمون میتونیم انتخاب کنیم که تو کدوم سطح قرار بگیریم و خودمون میتونیم انتخاب کنیم که چجوری رفتار کنیم، چه برخوردی از خودمون نشون بدیم و چجوری رفتار کنیم تو شرایط مختلف. حتما خیلی لذت بخش، خیلی بحث دوست داشتم. برای خود من پر آگاهی بود، چون هر بار که اینها رو تکرارشون میکنم یادم میفته که یه ساعتی هم بهتر از این که ما بشینیم و راه حل رو با هم حل بکنیم هست و اینکه یه ذره بدون قضاوت، چون حتی سطح 5 هم قضاوتش داره دیگه در یه لولی، بدون قضاوت بتونیم که نگاه بکنیم. خیلی سخته میدونم، خود من باش چالش دارم، امیدوارم که بتونیم رو خودمون کار کنیم و بهش برسیم. آره واقعا به زمانم خوب بود، خیلی منم لذت بردم. امیدوارم که دوستانی هم که ما رو دیدن یا شنیدن هم حتی یه کوچولو هم برداشت مثبت از این صحبت‌های ما داشته باشن. خوبه برامون کامنت بنویسین، بذارین، خوشحال میشیم که نظراتتون رو بشنویم که شما بیشتر کدوم سطح رو تجربه میکنین، با کیا چه سطحی رو تجربه میکنین و واقعا این کامنت‌هایی که شما میذارین خیلی به ما کمک میکنه واسه تاپیک‌هایی که برای برنامه‌های بعدیمون انتخاب میکنیم.
و اما از دفعه بعدیمون، جلسه بعدیمون که مهمون واقعا از دستش ندین. وای قول وای. بهتون میدم که اینقدر خوب باشه هر روز بیاین بگین دعوت کنیم. آره. قول بهتون میدم. آره حالا ما شغلمون عزیزم نمیگیم چیه که استیتون به قول معروف با ما همراه باشین که اعلامش میکنیم که آره حتما هفته دیگر از دست ندید. حتما همینطوره. مرسی زهرا جان. مرسی از تو و ممنون از شما که این برنامه رو شنیدین، دیدین، همراهمون بودین و ممنون از اینکه ما رو حمایت میکنین. تا برنامه دیگه، تا اپیزود بعدی، شما رو به خدا بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. مرسی، خدا نگهدار. وقت همگی بخیر.